سال یکم ادامه خواهند بود و ما مقصد داریم که این نیروگاه رو ساختمان لایحه تیاری با لایحه کسر حضور با گروهی که از طرف وزارت انرژتیک راهبری با موری و وزیر تولیدات بودن گروهی خیلی زیادی با گروهی بانک رشد آسیا و دیگر بانک‌های مبلغ گذرانده شدند و در سال گذشته تمام بودجه‌ها عاید سازشنامه بین دولتی و سازشنامه بین دولت‌های اشتراک کننده یعنی تاجیکستان، قرقیزستان، پاکستان و افغانستان تیار شد. بودجه‌ها عاید سازشنامه‌های خرید فروش بین تاجیکستان، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان در حالت هفتی تیار شده ایستاده است و از طرف حکومت تاجیکستان و وزارت‌های داخلی دیده برآورده شده و پیشنهاد کرده شده که با بانک جهانی در نظر است که در نیمه ماه فوریه در شهر واشنگتن با اشتراک تمام نمایندگان مملکت‌های چهار اشتراکچی همین لایحه و نمایندگان بانک جهانی، بانک اسلامی و بانک‌های کویت و دیگر اشتراک می‌کنند. یکی از مسائلی که وجود می‌شود این دیده برآمدن سازشنامه موازی بین بانک جهانی و حکومت تاجیکستان برای مبلغ‌گذاری قسمی بانک جهانی و در نظر است که تا ماه اپریل این سازشنامه به امضا می‌رسد.